هممون یه روز با یه صورت واقعی شروع کردیم. یه صورت بی‌نقاب، ساده، خام، پر از سوال. ولی کم کم یادمون دادن چطور نقش بازی کنیم، چطور خود واقعیمون رو قایم کنیم، لبخند بزنیم وقتی خسته ایم، ساکت باشیم وقتی پر از فریادیم، مهربون باشیم وقتی قلبمون خشکه. و هر بار که یکی از اون نقابا رو زدیم به صورتمون، یه تیکه از خودمون رو جا گذاشتیم پشتش. اونقدری که دیگه یادمون نمیاد خود واقعیمون چی بود، یادمون نمیاد چطور بدون ماسک راه بریم بین آدما، بدون ترس از قضاوت، بدون اینکه بازی کنیم. بزرگ که شدیم این نقشه شدن بخشی از شخصیتمون، نقش آدم خوب، نقش قوی، نقش بی تفاوت، نقش خوشحال، نقشایی که دیگه نمیدونیم خودمون انتخابشون کردیم یا جامعه بهمون داد. تو دنیایی که پر از چشمای قضاوت کرده، راحت تره که دروغ باشی تا واقعی، چون واقعیت آسیب پذیره، واقعیت بدون دفاعه، واقعیت گاهی زشت و خامه. ولی واقعی تر از هر ماسک طلاییه که به صورتمون زدیم. شاید وقتشه یه لحظه سکوت کنیم، نه برای اینکه خسته ایم، برای اینکه گوش بدیم به صدای درونمون، همونی که سالهاست از ترس دنیا خاموش شده. تو کی هستی وقتی هیچ کس نگاهت نمیکنه؟ کی هستی وقتی مجبور نیستی نقش بازی کنی؟ دارک رد میکس برای همه اون نقابایی ساخته شده که دیگه نمیخوایم داشته باشیم، جایی برای حرفایی که تو سکوت دفن شدن، برای حقیقتی که شاید تلخه ولی آزاده. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه.